حالا بیایم از ابتدایی ترین گفتگوهای جمعی که میخوایم درش تصمیم بگیریم، حتی گروه و جلسه و اینها نیست، فکر کنید 2-3 نفر دور هم جمع شدیم و میخوایم صحبت بکنیم، نکاتی که باید رعایت بکنیم و یک بار مرور بکنیم. یک موضوع فعال در هر زمان بسیار مهمه. یعنی وقتی ما داریم صحبت میکنیم که این رو چه بکنیم، یه کسی میگه ببین حالا این رو اینجوری بکنیم به نظرم و اون یکی رو هم اونجوری بکنیم، اینجا میگه اجازه بده این رو حل بکنیم بعد سراغ اون یکی بریم، مگر اینکه بتونه توضیح بده که این دوتا چنان با هم درآمیخته‌اند که میتونن در قالب یک موضوع مورد تصمیم گیری قرار بگیرن. پس یک موضوع فعال در هر زمان. نوبت صحبت رو رعایت بکنیم، خصوصا کسانی که پیشتر صحبت کردن یک یا چند بار نسبت به کسانی که هنوز صحبت نکردند در لیست نوبتگیری اگر هر دو گروه حضور داشته باشن، کسانی که هنوز صحبت نکردن در اولویتن. در کنار این نوبت صحبت خوبه که زمانبندی در واقع صحبت رو هم بگیم که خوبه یک زمانی گذاشته بشه، 5 دقیقه است 10 دقیقه است بسته به شرایط گروه، که در واقع صحبتی حدی داشته باشه. حتی برای موضوع میشه زمانی رو مشخص کرد. ما قراره یک جلسه 1 ساعته داشته باشیم با 3 تا موضوع. حواسمون باشه هر موضوع حد اکثر 20 دقیقه و باید سر 20 دقیقه اعلام بکنیم که خب بریم دیگه برای رای گیری، یا بره برای یک زمان دیگه، یا جمع تصمیم میگیره که زمانش رو تمدید بکنه. حتی در گروه های کوچیک، جمع های کوچیک که میخوایم در واقع به یک تصمیمی برسیم، خوبه که یک دبیر داشته باشیم، ثبت بکنه که چی مطرح شد، چی تصویب شد، تصمیم گرفته شد. حد نصاب رو خصوصا وقتی میخوایم حق دیگران برای مشارکت در تصمیم رو در واقع بهش احترام بگذاریم، حد نصاب اینجا خیلی مهم میشه. ما از یک جمع 10 نفره 4 نفر دور هم نشستیم الان و یهو تصمیم میگیریم که بیاید یه برنامه بچینیم و تصمیم برای جمع در واقع بگیریم. اینجا خوبه که در نظر بگیریم که 4 نفر نسبت به 10 نفر این یه مقدار نمیخونه با حد نصاب چیز، مگر اینکه شرایط گروهمون ایجاب بکنه که نه، به دلیل شرایط ویژه 4 نفر در 10 نفر میتونه دارای حد نصاب باشه. مدیر جلسه خیلی دیگه در واقع از اون جمع خودمونی یه قدم اگر بریم بالاتر، به یک جلسه سر و سامون دار بخوایم برسیم، مدیر جلسه رو داشته باشیم تا مقررات رو رسما بتونه در واقع مدیریت بکنه، نظارت بکنه برشون. و دستور جلسه که ما مشخص کرده باشیم که در جلسه امروز آنچه که پیش بینی کردیم به ترتیب به این شکل طی خواهد شد. جدای از این اگر بخوایم بریم سراغ همون پیشنهاد و اینها که در فصل 3 مطرح کردیم، پیشنهاد مطرح میشه، حمایت باید بشه تا در واقع در دستور کار رسمی قرار بگیره، وگرنه نادیده گرفته میشه و میره. شرح داده میشه پیشنهاد، گفتگو در موردش انجام میشه، بهتره که یک موافق یک مخالف در واقع زمانبندی تقسیم بشه و در نهایت رأی گیری میشه. اما اگر در واقع ما رأی گیری کردیم، ما یا به یک تأیید اون پیشنهاد رسیدیم یا به ردش رسیدیم، یا موضوع پیچیده تر از اونیه که ما الان بخوایم در موردش تصمیم بگیریم، لازمه یک کارهای بیشتری روش انجام بشه، پس ارجاعش میدیم به یک کمیته. حالا از لفظ کمیته نترسید، ارجاعش میدیم به یک بررسی بیشتری، مخصوصا با احیانا تعداد کمتر و مربوطتری به موضوع. ممکنه در جمع ما تعداد کمی از افراد باشن که تخصص اقتصادی دارن و ما میخوایم روی یک مسئله اقتصادی تصمیم بگیریم، ازشون خواهش میکنیم که جوانب مسئله رو در کمیته بررسی بکنن، کمیته گزارشش رو به جمع بده، احیانا در فرصتی دیگه، یا نه در همون جلسه میشه گفتش که این رو اول بریم اونجا در واقع جوانبش رو مشخص بکنیم، بعد بیاریم در صحنه تصمیم گیری جمع. دوباره اونجا به گفتگو گذاشته میشه و رای گیری میشه بعد از اینکه ما به کمیته ارجاع دادیم. اما صحبت سر این بود که وقتی ما رای گیری کردیم، بعدش یکی از اینا رو خواهیم داشت، تایید شد،
رد شد، به کمیته ارجاع داده شد یا متوقف شد. متوقف شدن انواع مختلف میتونه داشته باشه، اما فعلا در همین حد که این موضوع متوقف شده، به دلایل مختلفی میتونه این اتفاق بیفته. این بود آموزش مختصری از مقررات رابرت. امیدوارم که این آموزش خیلی عجله‌ای و کوتاه بهانه‌ای بشه برای دوستانی که بسیار بهتر این رو ارائه بکنن و برای خیلی از عزیزان که رجوع بکنن. امروزه با هوش مصنوعی مختلفی که داریم میشه تیکه تیکه خیلی از در واقع بخش‌های مورد نیاز رو ازش یاد گرفت، اما فراموش نکنیم که این یک پازل کامله و اگر بخش‌هایی از این پازل رو می‌خوایم برداریم و استفاده بکنیم به شکلی نشه که کلیت پازل رو به هم بریزیم و بعداً متوجه بشیم که قسمت‌ها رو توی جای نادرستی گذاشتیم. پس لازمه که اون نگاه کلی به مقررات رو داشته باشیم. در هر جمع شاید یکی دو نفر باشن یا حتی جمع کسی رو به عنوان مشاور به نوعی پارلمانی اگر داشته باشه که اون جایی که به اختلاف میخورن و حتی ممکنه در جمع یه مقدار این نگاه جناحی بخواد مسئله ساز بشه، ارجاع بدیم به مشاور پارلمانی یا مشاور مقررات رابرتمون تا این رو جوانبش رو روشن بکنه. اون قرار نیست برای ما تصمیم بگیره، قرار مشخص بکنه که جوانب کار به چه شکلی.